چند روز پیش رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که تهران طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را از طریق میانجی‌های پاکستان به امریکا ارسال کرده. بر بنیاد گزارش‌ها این طرح شامل تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران، رفع محاصره دریایی بندرهای ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور، پرداخت غرامت، پایان جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و لغو تحریم‌ها بر این کشور است. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که طرح خود را به هدف خاتمه دائمی جنگ با پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردند. اکنون توپ در زمین آمریکا است که راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند. جنگ لفظی میان مقامات ایران و امریکا به شدت جریان دارد. در چند روز اخیر ترامپ از احتمال حمله سخن گفته و مقامات ایرانی از دفاع قاطع. رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده که طرح پیشنهادی ایران را بررسی می کند، اما هشدار داده که اگر تهران بدرفتاری کند حمله های هوایی بر اهداف در این کشور از سر گرفته خواهد شد. او در عین حال گفته که گمان نمی کند پیشنهاد ایران برایش قابل قبول باشد. اگر ایران بدرفتاری کند یا کار نادرستی انجام دهد، احتمال از سرگیری حملات وجود دارد. ایالات متحده خیلی خوب عمل می کند و ایران به شدت به دنبال حل و فصل است، چون این کشور در اثر ماه‌ها درگیری و محاصره دریایی تخریب شده است. بعید است که این پیشنهادها قابل قبول باشد و ایران بهای کافی برای اقداماتش نپرداخته است. در حال ایران پیشنهادی برای رفع تهدیدها در تنگه هرمز به امریکا ارائه داد که ترامپ پیش از این اعتراف کرد که کشورش با محاصره و توقیف کشتی‌ها مانند دزدان دریایی عمل می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پستی در اکس به اعتراف پسین دونالد ترامپ در ارتکاب دزدی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی واکنش نشان داد. بقایی گفته که این گونه اظهارات یک لغزش کلامی نیست، بلکه اعتراف سریع به ماهیت مجرمانه اقدامات امریکا علیه کشتیرانی است. رئیس جمهور امریکا آشکارا توقیف غیرقانونی کشتی‌های ایرانی را دزدی دریایی توصیف کرده و با افتخار گفته است که ما مانند دزدان دریایی عمل می‌کنیم. این یک لغزش کلامی نبوده، بلکه اعتراف مستقیم و محکوم کننده به ماهیت مجرمانه اقدامات آنان علیه ناوبری دریایی بین‌المللی است. از جامعه بین‌المللی کشورهای عضو سازمان ملل و دبیر کل این سازمان می‌خواهیم تا قویاً هر گونه عادی‌سازی چنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی را رد کنند. با این همه تداوم تنش‌های لفظی میان ترامپ و مقامات ایران میتواند فضای بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده و شانس رسیدن به توافق را کاهش دهد. در صورت ادامه این روند مذاکرات به بنبست نزدیکتر شده و احتمالاً درگیری از سر گرفته خواهد شد.